با مناسبت روز بین‌المللی حفظ محیط زیست در ناحیه شهرنو از جانب ساکنان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، رهبران کارخانه و تشکیلات، خوانندگان دانشجویان و دوستداران طبیعت حشرهای دسته‌جمعانه تشکیل گردیده گرد و اطراف و نزد کارخانه و تشکیلات تازه کرده شد. همچنین از جانب محصلین مؤسسات تحصیلات میانه عمومی کالج و لیسه‌های ناحیه شهرنو موضع طبیعت زنده تشکیل گردیده رسم کشی، نمونه حیوانات و پرندگان، گل و گیاهای زیبا و دیگر جزوهای طبیعت ناتکرار به معرض تماشا گذاشته شده بود. باید گفت که سهم کارمندان ساحه‌های مختلف در تطبیق سیاست اکولوژی منطقه نظررس است. در حقیقت حفظ طبیعت بوی ناتکرار تاجیکستان از آن جمله قطارکوی‌های حصار و قراتاق وظیفه شهروندی هر فرد جامعه میباشد. در پرتاب دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و فرمایش رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو امروز در حدود ناحیه شهرنو گذراندن عکس تازگی راه و تازگی محل برگزار کرده شد و این چنین بخشیده به روز بین‌المللی محیط زیست در بین 14 مؤسسه‌های تعلیمی گذراندن آزمون رسمی بهترین در موضع طبیعت زنده گذرانده شد. در آخر چاره‌بینی با دوستداران طبیعت و با اشتراکچیان آزمون‌هایی که در مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ناحیه تشکیل و گذرانده شده بود از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه افتخارنامه و تحفه سپرده شد.